همین گونه دیگر شخصیت ها نیستند که پروردگار عالم را در این نمود یگانه پرستی اعتقاد نکنند. مشرک های زمان پیامبر خدا همه آنها در این موضوع توحید یگانه پرستش پروردگار در پروردگاریش همه آنها اعتقاد می‌کردند. پیامبر خدا پدر عمران بن حسین را گفتند که کم اله تعبدوا، چند خدای را عبادت میکنید؟ گفت که سبعا، 7 خدای عبادت میکنید. 6 فی الارض و 7 و 1 فی السماء. 6 تا خداهایی که من عبادت میکنم در زمین است، 7مینش در آسمان است، الله است. ثانی پیامبر خدا گفتند اگر مثلا مصیبت آید، مشکلی آید یا در بیابان‌ها باشی، زیرا این خداها شناخته شده است، هیکل‌ها هست، یا در دیگر کشور باشی، کدام خدا را عبادت میکنی؟ الذی فی السماء، که در آسمان است. برای چی؟ زیرا که در کجایی که باشم الله من است. ثانی پیامبر خدا گفتند اترک الست واعبد الله. تو این 6 خداهای باطل ترک کن، فقط الله تعالی خودش را عبادت کن. همین گونه دعوت کرد. و خدا در قرآن درباره عرب‌ها نقل کرد آنها به یگانگی پروردگار در این موضوع ایمان داشتند. خداوند میگوید که قل ای پیامبر تو سوال کن مشرکای مکه را من خلق السماوات والارض، بگو که کی آسمان ها را آفرید، کی زمین ها را آفرید، و سخر الشمس والقمر، کی آفتاب و ماهتاب و مقر مسخر گردانید، فرمان بردار کرد خودش به از پروردگار امرش بیرون میبرد. کی خلق کرد اینها؟ پرس سیقولون الله. زود است که در جواب میگه که الله کرد میگه. ثانی رو که افلا تتقون، این خیلی باشه اخبار نمیترسید میگه. این برای چی شریک میبرید به پروردگار؟ گو آنها من نزل من السماء ماء، کی از آسمان آب نازل کرد و کی از زمین برای شما میوه‌های و سبزوات‌های گوناگون سبزانید؟ کی صاحبی گوش و صاحبی چشم است؟ کی کارهای عالم را اداره میکند؟ فسیقولون الله. آنها در جواب زود است که میگویند که الله کرد میگوید. فقل افلا تذکرون. برای آنها گفت که پند نمیگیرید می مادامی که الله تعالی کرده باشد، پس برای چی الله تعالی تؤفکون؟ کدام سبب میده شما پروردگار را عبادت نکردن نباشد دیگر چیز عبادت میکنید؟ بت‌های گور. یعنی مشرکان به یگانگی پروردگار و یگانه بودن الله تعالی ایمان داشتند. حتی خدا در قرآن نقل کرد که فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. وقتی که بر بالای کشتی می نشستند و طوفان میشد، دعوا الله مخلصین له الدین، الله تعالی خالص عبادت میکردند. فلما نجاهم، وقتی که خدا اونها نجات میداد، اذا هم یشرکون، با گشته چه میکردن؟ شریک میآوردند. یعنی با وجود همه اینها را قرآن کریم با آتش دوزخ حکم کرد، زیرا که آنها الله تعالی را شریک آوردند. 360 بت داشتند در مکه، حتی در خانه‌هاشان و در سفرهاشان بعضی نمود خداها داشت که در موضوع شرک ان شاء الله بیان می‌کنیم. آنها الله تعالی عبادت نمی‌کردند و دیگر چیزها را همراه الله تعالی عبادت می‌کردند. الله تعالی عبادت می‌کردند، همراهی الله تعالی دیگر چیزها را عبادت می‌کردند. همه اینها پیغمبر خدا با آتش دوزخ وعده کردند و برای ابدالآباد در آتش دوزخ باقی ماندن وعده کردند. یعنی توحید ربوبیت به نجات ما کفایه نیست برادری عزیز. ما اگر الله تعالی را در خلقش، در موجودیتش، در کارهایش، در این چیزها یگانه شماریم که حقیقت الله تعالی آسمان‌های خود آفرید، زمین‌های خودش آفرید، و این زمین و آسمان تمام ملک و مالک است، همیشه خودش آفرید. ملک از آن پروردگار است. بی‌خواهشی پروردگار یگان کار در این عالم اجرا نمی‌شود. الله تعالی صاحب تمام مخلوقات است. گفته اعتقاد کنیم این توحید ربوبیت به جا آوردیم. ما یگانه پرست شدیم در یک نوع خداپرستی، لیکن در مسئله عبادت اومده با الله تعالی شریک بیاریم، البته ما توحید ربوبیتی ما یگان فایده نمیدیم. یگانه شماریدن پروردگار در عبادت این اساس همه چیز است. پیغمبران خدا فرستاد، قرآن نازل کرد، کتاب‌های نازل کرد، همه این برای آنکه مردم در عبادت به پروردگار عالم شریک نبیارند. زیرا چطوری گفتیم در توحید ربوبیت تقریبا کسی یافت نمی‌شود که با خدا شریک آورده باشد. آنهایی که در توحید ربوبیت ظاهراً گفتن خدا نیست و من خدا گفتن، آنها در قرارت قلبشان به یگانگی الله ایمان داشتند، لیکن این کفایه نکرد. این کفایه نیست.
زیرا این فطرت است، طبیعت است. همه در طبیعت خود، در داخل قرارت قلب خودش به یگانگی پروردگار ایمان دارد. باید در عبادت الله تعالی را یک و یگانه شماریده شود. دلیل به یگانگی پروردگار در قرآن کریم خیلی بسیار است. الله تعالی میگوید الحمدلله رب العالمین. اولین آیه قرآن کریم حمد به پروردگار است که پروردگار تمام عالمیان است، صاحب تربیت کننده تمام عالمیان است. عالمیان کی است؟ ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیرشون خیلی قول‌های زیادی را از بعض صحابه‌های تابعین و بعضی علمای متقدم آوردن که بعضی آنها مانند وهبی بن منبه رحمت الله علیه 18,000 عالم هست غیر عالم انسانیت گفتن، بعضی ها گفتن 80,000، بعضی ها گفتن 14,000 و قول صحیح را بعضی علما نقل کردن که قول صحیح الله اعلم، الله تعالی داناتر است چقدر در این دنیا عالم است، لیکن مهمش این است که فکل ما سوى الله فهو عالم. غیر الله تعالی دیگر همه چیز عالم است. غیر الله تعالی دیگر همه چیز عالم است، حتی جنت و دوزخ هم عالم است. همه این عالم است. پروردگار الله تعالی پروردگار عالمیان است. چقدر عالم که است، الله تعالی پروردگارش، سازنده‌اش، مالکش، صاحبش همش در قبضه پروردگار است. و ما قدر الله حق قدری، حق پروردگار حقیقی قدر نکردم. والارض جمیعا قبضته یوم القیامه والسماوات مطویات بیمینه. همه این مخلوقات در قبضه پروردگار، اینها در نزد پروردگار چیزی نیست با این قدر عظمت و بزرگیش. چطوری که در صحبت‌های گذشته بزرگی آسمان و بزرگی زمین و بزرگی آفتاب و فرقیت زمین و آفتاب و فرقیت آفتاب و آسمان و فرقیت آسمان یکم و آسمان دوم و همین گونه فرقیت تمام دنیا در نزد عرش و همه این را بیان کرده بودیم. بنابراین بنده باید وقتی قرائت قرآن میکنند، تلاوت قرآن میکنند، از بدایت قرآن که الحمدلله رب العالمین، حمد پروردگار عالمیان گفت، هر این توحید ربوبیت است، یعنی الله تعالی صاحب تمام عالمیان است، خالقی تمام عالمیان است، مالک تمام عالمیان است، ملک در دست پروردگار است، امر در دست پروردگار است، خالق و سازنده تمام عالم این پروردگار است. گفت الله تعالی خودش به ثنا گفته، قرآن شروع کرد. همین گونه تلاوت کنید تا آخر قرآن، همش دلالت به یگانگی پروردگار میکنه. در بعضی جایها الله تعالی وقتی که اونها مشرکان پروردگار را عبادت نکردند یا گفتن که ما را الله تعالی عبادت نآفریده است، خداوند به طریقه سوال در سوره طور 3 آیه را نازل کرد. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. اینها گفت وقتی که الله تعالی عبادت نمیکرده باشند، الله تعالی را برای خود خدا نمیدانسته باشند، برای اینها من سوال میدهم ام خلقوا من غیر شیء، اینها از چی پیدا شدند؟ از هیچ چیزی که خدا سوال داده است. مشرکان از چی پیدا شدند؟ از هیچ چیزی؟ از هیچ چیز پیدا نمیشود. این محال است. همه صاحب عقل میداند که هیچ چیز از هیچ چیز پیدا نمیشود. باید یک چیزی باشد که پیدا کننده از خود پیدا نمیشود. بعد گفت ام خلقوا من غیر شیء، اینها از هیچ چیز پیدا شدند؟ نه. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. دوم سوال، یا اینکه اینها خداشون آفریدن میگفتند. مشرکان، اونایی که به یگانگی پروردگار ایمان ندارند، الله تعالی را یگانه عبادت نمیکنند، خدا سوال واسه اینها خداشون آفریدن، یا اینکه اینها از هیچ چیز پیدا شدند. هر یک چیز اصل دارد برادر عزیز. الله تعالی آدم از خاک آفرید، ما و شما را از نطفه آفرید، هر یک چیز حیوانات از آب آفرید، جن از آتش آفرید، هر یک چیز از یک چیز دیگر پیدا شد. اینها از هیچ چیز پیدا شدند؟ نه. یا اینکه خداشون را آفریدند، این هم محال است، ناممکن است. هیچ چیز خودش پیدا نمی‌کند. ثانی الله تعالی گفت که اگر این دو سوال اگر جواب نداشته باشد، یعنی الله تعالی آفرید اینها. ثانی گفت که ام خلق السماوات والارض،
یا اینکه اینها گفت غیر اینکه به خداشون آفریدن در نظر خداشون آسمان‌های و زمین‌های هم یا همین‌ها خداشون آفریدن بل لا یقینون بلکه عقل ندارن. گفته الله تعالی سرزنش کرد و ملامت کرد آنهایی که الله سبحانه و تعالی را در این دنیا یگانه عبادت نکردند. الله تعالی به بعضی آنها خطاب می‌کند. قل ای پیغمبر برای آنها بگو الله تعالی پروردگار است که شما را آفرید، شما را زنده گردانید، ثم رزقکم برای شما در دنیا رزق داد، ثم یمیتکم با روزی فرا میرسد که شما را وفات میکنم، ثم یحییکم با یک روزی میرسد که با شما را زنده میکنم. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. این خداهایی که شما عبادت کرده ایستاده یگان از همین کارها یگانش کرده میتوانند. شما نبوده پیدا کرد، زنده کرد، باز برای شما رزق داد، با یک روز شما را وفات میکنند، با یک روز شما را زنده میکنند. این خداهایی که شما این هیکل‌های بت‌هایی که عبادت میکنید همین گونه کارها رو کرده میتوانند. میگفته الله تعالی سوال است که این سوال‌ها همش دلالت میکند که واقعا نمیتوانند. حقیقت در این موضوع چطوری گفتیم خیلی نادر شخصیت‌ها الله تعالی را در این نمود خداپرستی انکار کردند و الا در قرارت قلبشان به یگانگی پروردگار ایمان مکمل داشتند. این مختصر درباره یگانه اعتقاد کردن و یگانه پرستیدن پروردگار عالم در ربوبیت است، در پروردگاریش است. یعنی که پروردگار عالم خودش تمام مخلوقات را آفرید. در چند جای قرآن کریم وقتی که الله تعالی درباره پشه سخن کرد، درباره تاکانک عنکبوت سخن کرد، مشرکا رو مثال آورد. خداوند مثلا ضریب مثل فاستمعوا له، یک ضرب المثل زده شد، فاستمعوا له، شما به همین ضرب المثل گوش اندازید. ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا. خدا گفت که اون خداهایی که شما خدا گفته اعتقاد کرده، آن درختها، غارها، سنگها، مزارها، مردهها، آتش و آفتاب و ماهتاب، گاو و گوسفندی که عبادت کرده، اینها آیا پشه آفریده میتوانند؟ میگفت پشه آنها بت داشتن، به نزد بت‌هاشون قربانی میکردن، هدایا میگذاشتن. خدا گفت که همین خداهای شما پشه آفریده میتواند. میگفت و اگر پشه آمده از نزد اینها تعامی که شما آورده به اینها میمانید برای نزدیک شدن به قربانی که میکنید قریب شوید و نزدیک شوید. خدا میگفته آورده میگه پشه آمده دزد برود. پشه چیزی خداشون کشته گرفته نمیتونن. این خداهای شما، خداهای شما خداتونم. اگر پشه میگه خدا آمده اصلا قایمق و اصلتون گرفته برود کشته گرفته نمیتونید بوده. شما همین قدر مخلوق ضعیف هستید. نخواد الله تعالی شریک بیارید و الله تعالی عبادت نکنید. گفته این گونه مثال ها بده الله تعالی مثال نوارد. خلاص توحید ربوبیت یگانه شماریدن پروردگار در خلقش که همون قدر مخلوقات میکنه الله تعالی آفرید. ثانی یگانه شماریدن در ملکش، همه این زمین و آسمان ملک پروردگار است. آنهایی که در بحر است، در بر است، خشکی است، در زمین است، در آسمان است، آن چیزی که ما میدانیم و نمیدونیم همش ملک پروردگار است و پروردگار عالم صاحب امر است. امر پروردگار، فرمان پروردگار در این مخلوقاتش اجرا شونده است. وقتی خدا مثلا یک کس را وفات کند وفات میکند، به دنیا آید به دنیا میاد، باران بار کند میبارد، زمین به لرزه آید به لرزه میاد. اینها در این کارها الله تعالی شریک نماورد، شریک ندارد. این توحید ربوبیت است. ان شاء الله در دیگر صحبت ها ان شاء الله درباره یگانه شمردن پروردگار در نامهایش و در صفاتهایش ان شاء الله فرصت باشد ان شاء الله سخن میکنیم و در آخر درباره یگانه بودن پروردگار در عبادت نیست. واقعا درباره پروردگار عالم صحبت کردن این مهمترین و عظیمترین موضوع است. زیرا در این عالم یگان ذاتی نیست که عظیمتر و بزرگتر و مهمتر از پروردگار عالم الله سبحانه و تعالی باشد. حتی پیامبر خدا از الله تعالی در حدیث قدسی نقل کردن که الله تعالی گفت که انا عند ظن عبدی بی، من در گمان بندم هستم. اگر بندم گمان نیکنه من در گمان نیکش هستم. و این ذکرنی در دوامش گفت که اگر بنده من
مرا در تنهایی ذکر کند، نام مرا به دهان گیرد، در تنهایی مرا فکر کند، ذکر کند، من او را در تنهایی یاد میکنم، ذکر میکنم. و این ذکرنی فی ملئ، اگر کدام بنده من درباره من در نزد یک جماعتی اگر صحبت کنم، ذکرته فی ملئ خیر منه، من همون بنده در نزد یک مخلوقات دربارش گپ میزنم که از جماعتی و افضلتر است. یعنی در نزد فرشته ها الله تعالی سخن میکند درباره اون آدمی که درباره الله تعالی سخنی میگه. بنابراین موضوع مهم بود. 3 جمعه انشاءالله در این موضوع سخن کردیم. اگر انشاءالله الله تعالی نصیب کرده باشد در جمعه های آینده در این موضوع صحبت میکنیم. الله سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما را در این دنیا یگانه پرست زیستن را برای ما نصیب روزی گرداند و از این دنیا یگانه پرست وفات کردن. زیرا پیامبر گفتند من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. کدام مسلمانی که کدام شخصی که آخرین کلامش از این دنیا لا اله الا الله باشه جنت می‌رود. آخرین سخنی که از زبانش تلفظ می‌شود لا اله الا الله باشد. غیر الله تعالی دیگر خدای حقیقی نیست. اگر همین گپ گوید آخرین کلامش، اگر چی بعد این گپ گفتم روزها سخن نکندم، از سخن ماندم، 5 روز 6 روز 1 هفته 1 ماه سخن نکندم، لیکن آخرین کلامش مادامی که لا اله الا الله باشد دخل الجنه. پیامبر خدا گفتند که وارد جنت میشود. از خدا امیدوار هستیم که از این دنیا نیز یگانه پرست وفات کردن نصیب روزی گرداند و در محشرگاه همراهی یگانه پرست زنده شدن خدا نصیب روزی گرداند. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله